خب خیلی خوش اومدید. امروز قراره یه بررسی عمیق و جالب داشته باشیم روی زبان نسل زی. میدونید داشتم منابعی که شما فرستادید رو میخوندم یاد یه خاطره افتادم. توی جمعی بودم که از من جوانتر بودن، یهو یکی گفت این موقعیت خیلی کرینجه. آها. و من برای چند ثانیه واقعا حس کردم دارم به یه زبون دیگه گوش میدم. امروز هدفمون اینه که این کدا رو با هم باز کنیم. دقیقاً. و نکته جالبش اینه که این فقط یه دیکشنری از کلمات جدید نیست، نه؟ نه اصلاً. یعنی هر کدوم از این کلمات انگار یه پنجره‌ام به دنیای درونی یه نسل، ابزارهایی برای بسته‌بندی کردن احساسات خیلی پیچیده مثل اضطراب، خستگی. نیاز به دیده شدن. آره، و بیان کردنشون تو سریع‌ترین حالت ممکن. دقیقاً. خب بیا از همین حس و حالا شروع کنیم. یکی از پرکاربردترینا که تو منابعم بود کلمه مود یا بیگ مود بود. آره. مثالش خیلی خوب بود. یه عکس از یه تخت خواب به هم ریخته ساعت 3 بعد از ظهر با کپشن بیگ مود. این انگار فراتر از حس و حال خودمونه، نه؟ خیلی فراتره. یعنی مود فقط این نیست که حال من اینه. خب پس چیه؟ در واقع اعلام همبستگیه. یعنی وقتی یکی میگه مود، داره میگه من دقیقاً تو همین نقطه از خستگی یا بی‌حوصلگی هستم و تو رو کاملاً درک میکنم. یه جور کد رمز مشترک. دقیقاً یه کد برای نسلی که احساساتش رو آنلاین به اشتراک میذاره و جالبه که این حس مشترک معمولاً حول محور خستگیه. آره، این خیلی نکته مهمیه و این نیاز به بیان شدید احساسات ما رو میرسونه به اصطلاح بعدی I am dead یا مردم. اوه، این عالیه. به نظر میاد این نسل روزی چند بار از لحاظ استعاری میمیره و زنده میشه. آره، از دیدن یه ویدیوی خنده‌دار گرفته تا یه اتفاق شوکه کننده. دقیقاً. این یه مثال عالی از چیزیه که بهش میگن اغراق احساسی یا همون هایپربولی. که یعنی چی دقیقاً؟ ببین، تو دنیای دیجیتال که این همه محتوا هست، گفتن خیلی خنده‌دار بود دیگه کافی نیست. آها، توجه جلب نمیکنه. اصلاً شما باید با اعلام مرگ خودتون شدت واکنشتون رو نشون بدید تا صداتون شنیده بشه. یه جور ابزار برای بقای احساسی تو فضای آنلاین. بقای احساسی، چه تعبیر خوبی. و در همین راستا میرسیم به پسوند AF AF. که به آخر هر چیزی میچسته. آره. خستم AF. این فیلم خوبه AF. یعنی انقدر که دیگه کلمه‌ای برای توصیفش ندارم. و این نشون میده که چطور زبان چت و نوشتار وارد گفتار روزمره شده. باز هم همون نیاز به بیان احساسات تو بالاترین سطح ممکن. درسته. ولی این ابراز احساسات همیشه هم اغراق‌آمیز نیست. گاهی خیلی دقیق و ظریفه. مثل اون دوگانه فومو و جومو. آره، فومو و جومو. این دوتا واقعاً داستان زندگی مدرن ما هستن. از یه طرف فومو یعنی ترس از جا موندن. که شبکه‌های اجتماعی استاد تزریق کردنش به ما هستند. 100% دائم حس می‌کنی همه دارن کارهای هیجان انگیزتری انجام میدن. اما بعدش جومو یا JOMO از راه میرسه. لذت از جا موندن. که یه جور پادزهره. یه پادزهر آگاهانه. یعنی شما فعالانه تصمیم میگیری که از اون مسابقه بیپایان برای حضور در همه جا انصراف بدی و از آرامش خودت لذت ببری. پس فقط خونه موندن نیست، یه انتخابه. دقیقاً. یه جور خودمراقبتی در برابر اضطراب دائمی ناشی از مقایسه است. پس این اصطلاحات فقط برای توصیف حس نیستن، ابزاری برای مدیریتش هم هستن. این ما رو میرسونه به بخش بعدی، توصیف آدم‌ها و رفتارها. آها. و فکر کنم هیچ کلمه‌ای به اندازه پیکمی بحث برانگیز نباشه. پیکمی. بله. تعریفش این بود که پیکمی کسیه که تلاش میکنه با متفاوت نشون دادن خودش توجه و تایید دیگران، خصوصا جنس مخالف، رو جلب کنه. و معمولاً با تضعیف کردن گروه همجنس خودش این کار رو میکنه. آره، جملات کلاسیکش من مثل دخترای دیگه نیستم یا من فقط با پسرا راحتم. دخترها خیلی حسودن. دقیقاً همینه. و نکته روانشناسی پشتش که تو یکی از تحلیلا بهش اشاره شده بود اینه که اغلب از یه ناامنی عمیق و نیاز به تایید شدن میاد. این اصطلاح در واقع یه برچسب انتقادی برای شناسایی این رفتار.
جالبه. انگار داریم برای رفتارهایی که قبلا بی‌نام بودن اسم میذاریم. خب از یه طرف این رفتار زیرپوستی رو داریم. از طرف دیگه یه چیزی داریم به اسم سوج که دقیقاً برعکسه. آره، سووج یعنی رک بی‌پروا. و یه جورایی بیرحمانه صادق بودن، اما به شکلی هوشمندانه. دقیقاً، سووج بودن با بی‌ادبی فرق داره. سووج یعنی شما یه حقیقتی رو با چنان جسارتی میگی که طرف مقابل خل سلاح میشه. یه جواب دندون شکم ولی خونسرد. آره، این کلمه از فرهنگ هیپ هاپ اومده و برای نسلی که برای شفافیت ارزش قائله خیلی تحسین برانگیزه. یعنی من از گفتن حقیقت حتی اگه تلخ باشه ترسی ندارم. خب پس تا اینجا چند تا برچسب اجتماعی رو دیدیم. اما یه برچسب دیگه هم هست که همه سعی میکنن ازش فرار کنن. بیسیک بودن. بیسیک. اوف، بله. اینقدر بد شده. چون تو دنیایی که الگوریتما سعی دارن همه رو شبیه هم کنن، فردیت و خاص بودن تبدیل به یه کالای خیلی ارزشمند شده. آها. بیسیک بودن یعنی شما هویت خودتون رو از ترندهای رایج قرض گرفتید. چیزی از خودت برای ارائه نداری. این اصطلاح اون فشار روانی نسل زد برای منحصر به فرد بودن رو خیلی خوب نشون میده. و از این تلاش برای خاص بودن میرسیم به یکی از پیچیده ترین کلمات این لیست. ووک. ووک خیلی پیچیده. در ظاهر یعنی آگاه بودن نسبت به مسائل اجتماعی. نابرابری، بی‌عدالت و اینها. مثلا فلانی آدم ووکیه. ولی انگار دیگه به این سادگی‌ها نیست. اصلاً نیست. یکی از مقاله ها این تکامل رو خوب نشون داده بود. ووک اولش کاملاً مثبت بود، ولی به تدریج منتقدانش اون رو تبدیل به یه برچسب کنایه آمیز کردن. برای کیا؟ برای کسایی که تو آگاهی نمایی افراط میکنن یا خیلی متعصبانه به این مسائل میپردازن. امروز این کلمه خودش یه میدان نبرد فرهنگیه. پس میتونه هم تعریف باشه و هم توهین. چه کلمه خطرناکیه. بستگی داره کی و کجا ازش استفاده کنه. و در نهایت به یه مفهوم خیلی جالب میرسیم که به نظر یه راه حل برای حس دیده نشدنه. انرژی شخصیت اصلی. Main character energy. آره، این فوق‌العاده است. یعنی چی؟ یعنی خودت رو قهرمان داستان زندگی خودت ببینی؟ فراتر از اونه. این یه واکنش مستقیمه به حس تبدیل شدن به یه داده بی‌اهمیت تو الگوریتما. آها، که اینطور. وقتی اسم می‌کنی فقط یه مصرف کننده منفعل محتوایی، با اعلام اینکه من شخصیت اصلیم، داری روایت زندگی خودت رو پس میگیری. یعنی به لحظات عادی زندگیت، مثل تنها قهوه خوردن تو کافه، معنای سینمایی میدی. پس یه ابزار ذهنی برای بازسازی اعتماد به نفس. دقیقاً. یه جور شورش علیه الگوریتم. خیلی جالبه. خب، حالا بریم سراغ اصطلاحاتی که برای قضاوت، کیفیت و استایل به کار میرن. یکی از رایج‌ترین هاشون فایر هستش. فایر. جایگزین عالی و خفن. آره، این آهنگ فایره. دقیقاً. اینم مثل I am dead یه اغراق احساسیه. انگار عالی دیگه اون هیجان رو منتقل نمیکنه. باید بگی آتیشین تا شدت تاییدت رو نشون بدی. قدیما میگفتیم عالیه. الان میگن آتیش گرفت. آره، انگار تعریف بدون آتیش سوزی اعتبار نداره. و تو همین حوزه استایل کلمه دریپ رو داریم. D-R-I-P. تو یکی از تحلیلا بود که دریپ فقط لباس نیست، یه حال و هواست. این یعنی چی؟ یعنی دریپ فقط لباس گرون پوشیدن نیست. به هماهنگی، اعتماد به نفس و اصالتی که تو استایل یه نفر هست اشاره میکنه. آها. دریپ یعنی استایل شما انقدر قویه که انگار از وجود چکه میکنه. این نشون میده که هویت بصری برای این نسل چقدر مهمه. اونا لباس نمیپوشن، بیانیه صادر میکنن. یه بیانیه در حال چکه کردن. و اگه این بیانیه بعد از یه دوره سخت صادر بشه، بهش میگن glow up. glow up. این یکی از مثبت‌ترین است. یه تحول چشمگیر ظاهری و درونی بعد از یه چالش. دقیقاً، گلو آپ یه داستان رستگاری و قدرته. داستان تبدیل شدن به نسخه بهتر خودت، نه برای دیگران بلکه برای خودت. مثل بعد از پایانه رابطه بعد. آره، طرف روی خودش کار میکنه و شکوفا میشه. این اصطلاح جشن گرفتن این پیشرفت شخصیه. یه جور انتقام شیرین از گذشته. و در نقطه مقابل این درخشش یه اصطلاح داریم برای موقعیت‌های فاجعه‌آور.
Big yikes. Big yikes. این فقط وای نیست، یه چیز عمیق‌تریه، درسته؟ بله، Big yikes اون حس شرمندگی نیابتیه. شرمندگی نیابتی؟ یعنی وقتی کسی یه کاری انقدر ناجور انجام میده که شما به جاش خجالت میکشی. اون لحظه‌ای که دلت میخواد زمین دهن باز کنه. این اصطلاح اون حس رو تو 2 کلمه خلاصه میکنه. همون الهی از خجالت آب به شم خودمونه، ولی برای دیگران. دقیقاً. عالی بود. این ما رو میرسونه به بخش آخر، اصطلاحات مربوط به ارتباطات. با هنرمندانه ترینشون شروع کنیم. شید انداختن. شید یه هنره واقعاً. یعنی طعنه غیر مستقیم. ریشش تو فرهنگ درگ هست و به توانایی توهین کردن به کسی بدون اینکه مستقیما توهین کنی اشاره داره. یه جور جنگ روانی با کلاسه. پیام منفیت رو میرسونی ولی ظاهر مؤدب و خونسردت رو حفظ میکنی. آره، هر کسی نمیتونه شید بندازه. هوش و ظرافت میخواد. مثل وقتی که یکی میگه وای چه لباس شجاعانه‌ای پوشیدی، که منظورش اینه که لباست زشته. این یه شید کلاسیکه. اما خب گاهی نقشه ها به این خوبی پیش نمیرن و بکفایر میکنن. بکفایر، نتیجه معکوس میدن. این کلمه که از دنیای مکانیک اومده، اون حس غافلگیری و پشیمونی از یه نتیجه ناخواسته رو عالی نشون میده. آره، شما یه کاری میکنی با یه نیاتی، ولی نتیجهش 180 درجه فرق میکنه و همه چیز رو خرابتر میکنه. مثال کلاسیکش این بود که کسی برای حسود کردن شریک عاطفیش یه کاری میکنه، اما همون کار باعث تموم شدن رابطه میشه. نقشش بکفایر کرده. کاملا. و بعد از این همه تحلیل و پیچیدگی میرسیم به آخرین جمله که انگار یه ترمز دستی برای همه ایناست. It's not that deep. It's not that deep. و این شاید یکی از مهمترین اصطلاحات باشه. تو دنیایی که همه چیز بیش از حد تحلیل میشه، این جمله یه راه فراره. یه مکانیسم دفاعی در برابر overthinking. دقیقاً. گاهی یه فیلم فقط یه فیلمه و یه پیام فقط یه پیامه. این جمله یه یادآوریه برای اینکه لازم نیست همه چیز رو اینقدر جدی بگیریم. جالبه، هم میشه ازش برای آروم کردن یه دوست مضطرب استفاده کرد، هم برای بی اهمیت جلوه دادن یه نگرانی واقعی. یه شمشیر دولب است. دقیقاً. و اینجا به یه جنبندی کلی میرسیم. بفرمایید. چیزی که تو تمام این اصطلاحات مشترکه، یه جور صداقت بیرحمانه در مورد احساساته. این نسل به جای پنهان کردن خستگی یا اضطراب، براشون اسم میذاره، به اشتراک میگذاره و باهاشون شوخی میکنه. پس این زبان ابزاریه برای ساختن یه حس همبستگی بر اساس آسیب پذیری‌های مشترک. کاملا موافقم. شاید ما از همه این کلمات استفاده نکنیم، اما حسی که پشتشونه، ترس از جا موندن، نیاز به خاص بودن، لذت از یه تحول مثبت، اینا برای همه ما آشناست. درسته. و یه نکته جالب، اگه در طول این گفتگو با خودتون گفتید اوه من هم از این استفاده میکنم، تبریک میگم، شما هم دارید به این زبان جدید صحبت میکنید. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که گوش میدید، این سوال رو باقی میذاریم. وقتی این اصطلاحات توسط برندها، سیاستمدارها و رسانه‌های اصلی به کار گرفته میشن، اتفاقی که الان داره به شدت میفته. دقیقاً. آیا اونها قدرت و اصالت خودشون رو برای نسل زد از دست میدن و به کلمات توخالی تبدیل میشن؟ و اگه اینطور بشه، زبان نسل بعدی برای بیان دنیای پیچیده خودش چه شکل و شمایلی پیدا خواهد کرد؟